از هر چیزی ما باید بدونیم که ساختار مو چجوریه و این مواد فر قراره رو کدوم بخش از ساختار مو تأثیر بذاره. وقتی ما مو رو از نزدیک میبینیم، ساختار مو از 4 تا بخش تشکیل شده. بخش اول فلسای مو هست، بخش دوم کوتیکول، کورتکس و مدولا. اگر بخوام توی تصویر بهتون آموزش بدم، این شاخک‌هایی که از تار مو زده بیرون رو فلس میگن که کار محافظتی از مو رو میکنه. لایه بعدی، لایه‌ای که کار محافظتی باز دوباره میکنه، لایه کوتیکول مو هست. لایه بعدی که آب مو، رنگدونه‌ها و مواد معدنی داخلش هست رو کورتکس میده و به این لایه آخر که اسمش مدولا هست مغز مو هم گفته میشه. حالا اگر ما بخوایم بدونیم که این کار فر ما رو کدوم بخش تأثیر میذاره، کار فر ما روی لایه کورتکس مو، همون لایه‌ای که مواد معدنی، رنگدانه‌ها و آب مو قرار داره. اگر لایه کورتکس رو از نزدیک نگاه کنیم، داخل لایه کورتکس گوگردهایی هستند که با یک پیوند بیسولفید روبروی هم قرار گرفتن و متصل شدن. وقتی ما مواد فر رو بهشون میزنیم، پیوند این گوگردها رو از بین میبریم و با بیگودی که ما میپیچیم یک پیوند جدیدی دوباره بهمون میدیم. وقتی این پیوند جدید به وسیله بیگودی قراره شکل بگیره، دیگه این پیوند روبروی هم نیست. این پیوند هر کدوم از این گوگردها با گوگرد پایینیشون پیوند میخورن. اینجا یه نکته‌ای باید بهتون بگم. برای شکسته شدن هر پیوند و دوباره اتصال این پیوند ما یک H2O از دست میدیم. H2O یعنی چی؟ یعنی آب از دست میدیم. پس ما هر چی بیگودی ریزتری بپیچیم مجبور میشه مو پیوندهای بیشتری رو بشکنه و پیوند جدیدتری رو ایجاد کنه. پس لازمش اینه که آب بیشتری رو از مو بگیره. این نکته‌ایه که حتما باید بهش دقت کنید. چرا؟ چون شاید یک مشتری بیاد پیشتون و موهای نازک و کم آبی داشته باشه. شما وقتی این نکته رو بدونید که آقا من با پیچیدن بیگودی ریز آب بیشتری رو از مو میگیرم، اینو متوجه میشی که نباید برای اون مشتری که موهای ضعیفی داره، موهای نازکی داره، بیگودی ریز و فر ریز در بیاری. چرا؟ چون آب مو رو میگیره و مو از اونی که هست حالش بدتر میشه. ما تا اینجا متوجه شدیم که این مواد فر چه تأثیری روی لایه‌های مو میذاره. امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشی. قسمت بعدی در مورد انواع فره که حتما به نظر من با دقت ببینید و خیلی به دردتون میخوره.